چون همیشگی برنامه نورافکن است مهمون خانه‌دانی شما. اوشا کاری میخوریم اوشا. یعنی یک خانم خیلی هم پر از نیرو توانا که در صحنه هنر خیلی هم نقش‌های ماندگار آفریده است. بیان تو نگاه کرده اشککتون نمی‌بیاید. از موفقیت‌ها گپ زنیم. تا رسیدن به موفقیت زینه‌های خیلی زیاد است. این دشمنا هوا بگیرنده. من شرم داشتم خودم رو گم کردم. با آبیجان ما کسیگم تیفه آوردیم. نه اینو نه این گرده ها کشیده. به عشق عموما گمان میکنم که حیات نیست. شما نیز یگان چی را قربان کردید برای صحنه؟ و یگان به گوشه کلام نمی آمد که من هم هنرمند شوم.